با سلام. در مورد بازی‌های رایانه‌ای میشه گفت که یکی از در واقع جدیدترین شاخه‌های نرم افزارهای کامپیوتری هستش، هرچند که خب قدمتش برمیگرده به تولد کامپیوتر. در حقیقت درست بعد از به وجود اومدن صفحه مانیتور که اون زمان بیشتر شبیه صفحات اسیلوسکوپ بشه، سیستم خیلی ساده‌ای داشت، بازی کامپیوتری هم به وجود اومد. اون زمان خب بازی کامپیوتری در حد بیشتر بازی‌های فکری بودش تا بازی‌هایی که خب دارای گرافیک باشه، چرا که خب به تبع در حقیقت لامپ تصویر که خیلی ساده بود و کارت‌های گرافیکی که از این سیستم خیلی ساده استفاده می‌کردن، بازی کامپیوتری هم به همین شیوه از یک در واقع ساختار ساده‌ای تبعیت می‌کردن. بیشتر بازی‌ها در حد مثل بازی‌های مثل شطرنج بود که نیازی به گرافیک بالا نداشت. به مرور زمان که گرافیک کامپیوترها پیشرفته‌تر شد، بازی‌ها هم مجبور شدن که در واقع خودشون با مطابقت بدن. در حقیقت رشد و تکامل کارت‌های گرافیکی در واقع اجباری بود برای رشد بازی‌های کامپیوتری و به نفع برنامه‌نویسان بازی‌ها تموم می‌شد. خب به تدریج که این کارت‌ها پیشرفته‌تر شدن، کارت‌های EGA رسیدیم، کارت‌های VGA بود. اینا کارت‌هایی هستن که از تعداد رنگ‌های بالاتری استفاده می‌کنن. به طور مثال برخی از اونها از 16 رنگ استفاده می‌کنن برای نمایش، بعضی‌هاشون 256 رنگ و بیشتر.